درود به همه شما عزیزان. امیدوارم که در هر کجا که هستید در کنار همه چالش‌های زندگی تنتون سالم و دلتون پر امید باشه. به دنبال صحبت‌های قبلی همونطور که براتون توضیح دادم، درک‌ها و برداشت‌هایی که یک موجود زنده از اتفاقاتی که در زندگی روزمره براش میفته داره میتونه به عنوان یک درگیری و یا کانفلیکت بیولوژیکی باعث ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی در کل سیستم اون موجود زنده بشه. اولین قانون بیولوژیکی طبیعی خاصیت این نوع درک‌ها و برداشت‌ها رو اینطور توضیح میده که وقتی یک موجود زنده مثل انسان با موضوعی و اتفاقی روبرو میشه که اون موضوع برای اون شخص خاص بسیار غم‌انگیز و تأثیرگذاره، اون شخص رو از نظر احساسی دچار یک شوک کوچیک و یا بزرگ میکنه. اون شخص خودش رو در مقابل اون اتفاق بی‌قدرت میبینه و یا احساس میکنه برای رفع و یا تغییر اون موضوع کاری از دستش بر نمیاد و مهمتر از همه این که اون شخص خودش رو و احساساتش رو در رابطه با اون موضوع ایزوله میکنه، در موردش با کسی صحبت نمیکنه و یا از ابراز اون شرمی و یا ترسی داره و به طور کلی خودش رو در رابطه با اون موضوع تنها میبینه و احساس میکنه کسی درکش نمیکنه. در این صورت هست که اون موضوع و یا اتفاق میتونه باعث ایجاد یک درگیری بیولوژیکی بشه که اون درگیری خاص باعث میشه که طبق این قانون یک برنامه و یا روند بیولوژیکی طبیعی و معقول به طور همزمان و موازی در 3 مقطع جسم، مغز و سایکی یا همون روان اون شخص راه اندازی بشه و از اونجایی که هر حس و درکی به یک عضو خاص و یا بافت خاصی از یک عضو مشخص مرتبط و متصل هست، محتوا و نوع اون درگیری مشخص میکنه که چه عضوی و چه قسمتی از مغز دچار تغییر میشه و در روان اون شخص و به دنبال اون در رفتار اون شخص چه تغییراتی قابل انتظار هست. طبق تجربه درگیری‌های کوچیک و یا کوتاه مدت باعث ایجاد تغییرات و تأثیرات بی خطر میشن و در بعضی مواقع برای اون شخص اصلاً محسوس نیستند، در حالی که درگیری‌های شدیدتر و طولانی مدت‌تر باعث ایجاد مشکلات بزرگتر و یا بیماری‌های صعب العلاج میشن. در اینجا براتون مثالی رو میزنم تا درک مطلب براتون واضح‌تر و راحت‌تر بشه. کارخونه‌ای رو در نظر بگیرید که افراد بسیار زیادی در اون کار میکنن و روزی به علت خاصی این کارخونه تعطیل میشه و همه اون افراد از کارگران و کارمندان گرفته تا رؤسای اونجا از کار بیکار میشن. کارمند ساده‌ای رو در نظر بگیرید که کار کردن در اون کارخونه بیش از هر چیز دیگه‌ای براش حکم داشتن درآمدی برای امرار معاش رو داشته تا بتونه به واسطه اون نیازهای خودش و خانواده‌اش رو که اولین و مهمترینش طبق غریزه هر موجود زنده نیاز به خوردن و آشامیدن هست رو برآورده بکنه. و حالا به دنبال این اتفاق بزرگترین دغدغه و نگرانی این شخص فراهم کردن به اصطلاح نان شب هست. با در نظر گرفتن این که این اتفاق برای این شخص خاص بسیار غم‌انگیز و تأثیرگذاره،
اون رو دچار یک شوک کرده، خودش رو در برابر این موضوع بی‌قدرت میبینه و احساس میکنه کاری از دستش بر نمیاد و یا حتی ترس این رو داره که نتونه به سرعت کار و درآمد دیگه‌ای رو برای خودش فراهم بکنه و مهمتر از همه این که در مورد احساساتش با کسی صحبت نمیکنه و به نوعی خودش رو تنها میبینه. در این صورت هست که این شخص میتونه دچار یک درگیری بیولوژیکی با عنوان درگیری گرسنگی بشه. چرا که با توجه به توضیحاتی که قبلا براتون دادم، یک نیاز بیولوژیکی خاص از این شخص به خطر افتاده که همون نیاز به خوردن و آشامیدن به منظور زنده ماندن هست. طبق قوانین بیولوژیکی طبیعی، این درگیری به بافت پارانشیم کبد که از نوع بافت اندودرم هست و از ساقه مغز هدایت میشه مرتبط و متصل هست و به دنبال این درگیری میتونه باعث ایجاد تغییراتی در شکل و عملکرد کبد و همچنین ایجاد تغییراتی در قسمتی از ساقه مغز که این بافت رو هدایت میکنه بشه و در حالت روانی و رفتاری میشه یک استرس، پریشان حالی و یا کمخوابی رو در رفتار این شخص مشاهده کرد. البته کبد بافت‌های دیگری هم داره که درگیری اونها چیز دیگری است. در اینجا باید اضافه بکنم که همه افراد دیگه‌ای که در اون کارخونه کار میکنن هر کدوم ممکنه درک و برداشت خاص خودشون رو از این موضوع داشته باشن و در صورتی که درک، برداشت و احساسات اونها خاصیت‌هایی رو که در ابتدا براتون بیان کردم رو داشته باشه، میتونه باعث ایجاد یک درگیری بیولوژیکی خاص بشه و تغییراتی رو در یک عضو و یا بافت خاص ایجاد بکنه. بسیار سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودین. در ویدیوی بعدی قانون دوم بیولوژیکی طبیعی رو برای شما عزیزان توضیح خواهم داد. ازتون تقاضا میکنم که این ویدیو و این صفحه رو به دوستان و عزیزانتون معرفی بکنید تا اونها هم بتونن از این مطالب بهره مند بشن. و همچنین ازتون خواهش میکنم که نظرات و یا سوالات خودتون رو به صورت کامنت در زیر این ویدیو حتما بنویسید. روز و شب همگی خوش.